اخیراً در خارج از کشور و خیلی از صداهایی که داخل ایران هست دارن از فعالین سیاسی، از شخصیت‌ها و احزاب مخالف حکومت ایران میخوان که با یک صدا و متحد بشن در این کارزار برای سرنگونی جمهوری اسلامی یا فردای بعد از جمهوری اسلامی. آیا شما حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان رهبر این حزب هیچ نشست، هیچ مکالمه، هیچ گفتگویی با افراد و شخصیت‌های ایرانی داشتید از جمله رضا پهلوی؟ ما با بعضی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی در خارج کشور تماس داشتیم، نشست داشتیم. در مرحله با خود رضا پهلوی ما نشست داشتیم، ولی در مرحله کنونی این اتحاد بین احزاب خیلی خیلی مشکل هست و متاسفانه این یک نقطه ضعفی است برای جنبش آزادی خواهی ایران. سیاست حزب دموکرات کردستان ایران دیالوگ و تبادل نظر با همه شخصیت ها با هر فکری و عقیده‌ای جایز انجام میدیم این کار را، ولی وقتی مسئله همپیمانی میاد جلو اون موقع است که بعضی از شرایط و درخواست‌های ما مطرح میشه که هنوز به طور کامل با اونها موافقت نشده. اساساً شما حاضر هستید با شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنید؟ نه، ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کردستان ایران به هیچ وجه آماده نیستیم با ایشون همکاری بکنیم با رضا پهلوی. چرا؟ دلیلش برمیگرده به اینکه ما در آغاز بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران مردم ایران در رفراندوم شرکت کردند که در واقع جمهوری اسلامی ایران اون موقع فقط دو گزینه را جلوی پای مردم ایران گذاشت، یا رژیم شاهنشاهی یا جمهوری اسلامی. مردم اون زمان رژیم شاهنشاهی را آزمایش کرده بودند، تجربه تلخی ازش داشتند و متحداً این رژیم را برانداختند، ولی رژیم جمهوری اسلامی را نمیشناختند. به همین جهت به جمهوری اسلامی رأی دادند. حتی اون موقع هم ما در این انتخابات، در این رفراندوم شرکت نکردیم، ولی الان ما تجربه هم زمان شاه را داریم هم زمان جمهوری اسلامی را. بنابراین ما مجبور نیستیم فقط این دو گزینه را، از این دو گزینه یکی را انتخاب کنیم. شما چه گزینه رو پیشنهاد میدید؟ ما گزینه را انتخاب کردیم و بارها اعلام کردیم، حکومت دموکراتیک سکولار فدرال، که این حکومت در واقع تقسیم قدرت را بین همه مناطق و همه ملیت‌های ایرانی انجام بده به نحوی که همه مردم ایران را از آن خودشون بدونند و مشارکت بکنند در اداره ایران، سراسر ایران مطابق قانون اساسی و در اداره کردن مناطق محلی خودشون. اگه شما شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارید، چرا اساساً از اول باهاش نشستی صحبت کنید؟ در آخرین سخنانی را که ایشان اظهار کردند، مسئله تجزیه طلبی و اینجور بحث‌ها را که بحث‌های کلیشه‌ای و در واقع توخالی هستند مطرح کرد، یک خطکشی کرد. اشاره است به این سخنان کلیشه‌ای رژیم جمهوری اسلامی و زمان شاه و در واقع به طور غیر مستقیم خطابش به مردم کرد و سایر ملیت‌های تحت ستم ایران بود. به همین جهت بحث و تبادل نظر با ایشان را سخت و مشکل کرده است. اگر در یک ایران آزاد یک انتخابات بشه، مردم رأی بدن که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران، یک مثلا پادشاهی مشروطی یا هر چیز دیگه، ایشون انتخاب بشن، شما حاضر خواهید بود در اون سناریو با ایشون همکاری بکنید؟ این یک فرض نزدیک به محال هست، چون
مردم ایران در این تظاهرات 4 ماه اخیر بارها اعلام کردند که شاه و شیخ را نمیخواهند. ما خودمون کردها هم رژیم پادشاهی نمیخواهیم، ولی اگر به فرض محال روزی یه همچنین اتفاقی به هر دلیلی در ایران بیفته، طبیعتاً مردم ایران هستند که رأی آخر را میدهند، ولی این به معنای این نیست که اون موقع هم ما از خواستهای خودمون صرف نظر بکنیم.